شاید خیلی از ما نمیدونستیم، حتی این دوستمون که مدیر تحقیقات بودن که میدونید من مدیر تحقیق مجموعه تلویزیون ایرانگرد هستم. اونجا وقتی راجع به لوت صحبت میشد به عنوان مدیر پژوهش یه پژوهش بعد انجام میدادم. اونجا گفتم خدمت کارگردان محترمم آقا جواد عزیز آقای قرایی، گفتم که بیابان رو معنیشو تو برنامه بیاریم بدونن مردم چیه. بی آبان، اون الف و نون آخر الف و نون مکانه، مثل یک کرمان، کردستان، این آن مکانه. آن جایی که آب ندارد. آره، آبان جایی که آب دارد، بی آبان جایی که آب ندارد. که کلمه بیابان هیچ ربطی به آب و آبادانی نداره. ما در زبان پهلوی کلمه‌ای داشتیم، یعنی مصدری بوده به صورت ویابانی به معنی فریفتن و اغوا که در حالت اسمی تبدیل می شده به ویاوانیگ یعنی فریب. و یک ستاره های ما در آسمان داشتیم که در اصطلاح نجوم بهش میگفتن نجوم متحیره یا فلک ثوابت یا فلک هشتم، که اینا جاشون همیشه تو آسمون ثابت بوده. حالا ربطش اینا در هم در چیه؟ به دلیل اینکه اینا همیشه در آسمون موقعیت ثابتی داشتن، مسیریابی از طریق اونها کار راحتی بوده. یعنی هر کس که میخواسته مسافرت کنه که به تبع طبیعت و محیط جغرافیایی اون دوره بیشتر مسافرت ها هم در بیابان بوده، از طریق اون ستاره ها مسیریابی میکردن. به خاطر همین به اون ستاره ها میگفتن اویابانیگ. اویابانیگ یعنی ضد گمراهی، چون اونها همیشه ثابت بودن و بر اساس اونها مسیریابی میکردن، به اونها میگفتن ضد گمراهی، ضد فریب، یعنی چیزی که میشده بهش اطمینان کرد. و مجازاً رفته رفته به وقتی به بیابان اشاره میکردن دیگه میگفتن که به سمت اویابانیک برید، اویابانیک حرکت بکنید. به خاطر همین مجازاً دیگه به بیابان میگفتن اویابانیک، که در طول زمان کلمه که پیشوند نفی بوده که اینو تبدیل میکرده به ضد گمراهی از اول کلمه میفته و و هم بر اساس اصل کمکوشی زبان تبدیل میشه به ب، که ما نمونه‌های زیادی داشتیم ازش، مثل ورفه که امروزه بهش میگیم برف. خلاصه که علم عجیبیه این علم اتیمولوژی.